سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستانم، شهریان عزیزم. یادمه سالهای گذشته که برای پرزنت، برای بیمه‌های عمر و زندگی خدمت دوستان میرسیدیم. خیلی از دوستان به ما میگفتن که آقای شجاعی، خب ما به نظر شما بهتر نیست ما به جای اینکه بیایم رو بحث بیمه‌های عمر سرمایه گذاری کنیم، به جاش طلا برای خودمون و فرزندانمون پس‌انداز کنیم؟ که واقعا این یکی از دغدغه‌هایی بود که خیلی از بیمه‌گذاران ما تو این زمینه داشتن. حالا ما این نوید رو خدمت همه عزیزان میدیم که شرکت بیمه خاورمیانه از سال 1402 این دغدغه بیمه‌گذاران رو رفع کرده. به چه شکلی؟ این شرکت اومد در سال 402 مجوز صدور بیمه‌نامه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری و بازنشستگی گنجینه طلا رو از بیمه مرکزی اخذ کرد. یعنی اون دغدغه‌ای که شما در خصوص طلا داشتی اینجا کاملا رفع شده. یعنی چی؟ یعنی اینجا شما هم طلات رو خریداری میکنی، هم از تمام پوشش‌های بیمه‌ای بر اساس طلا بهره مند میشی و ضمن بهره مندی از سود مشارکت سالیانه اون هم در قالب طلا میتونی از بازنشستگی 10 ساله این طرح بسیار جذاب هم استفاده کنی. جهت اخذ اطلاعات بیشتر کلمه طلا رو همینجا برام کامنت کن تا کامل خدمت شما اطلاعات براتون ارسال بشه. قربان شما، خدا نگهدار.